سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب و زیباتون پر از پول باشه. امروز اومدم با یه ویدیو درباره ساخت لوگو، یعنی ساخت لوگو برای کانال های شما. دوستان اول از همه چیز منو سابسکرایب و لایک کامنت برام بذارید. من تازه کانال خود رو زدم و نیاز به حمایت شما دارم. دوستان میریم سراغ آموزش. دوستان اول از همه وارد فروشگاه پلی میشیم. دوستان وارد فروشگاه پلی میشیم و کلمه لوگو مارکر رو سرچ میکنیم و از بین این همه وارد این میشیم و اینو سرچ کردیم، نصبش میکنیم. من خودم قبلا نصب کردم، فقط دارم برای شما توضیح میدم. بعد از اینکه نصب کردیم واردش میشیم و من خودم یه لوگو ساختم و دوستان از بین وقتی وارد صفحه شدیم این 4 گزینه واسه ما میاد که از اینو ما انتخاب میکنیم و برای ساخت لوگو از اینجا کامج میگیریم. دوستان از اینجا این برای هر لوگویی که تو بخواید طراحی کنی درباره هر چیزی که باشه، این امکان رو بهت میده که طراحی کنی درباره هر چیزی که باشه، مثلا رستوران باشه، کافی شاپ باشه، گیمر باشی. دوستان از اینجا برای گیمرها، از اینجا برای گل فروشی ها و گلخونه ها، رستوران، دوستان همه چیز خودش داره، فقط شما باید انتخاب کنید. و بعد دوستان این وی آی پی که اینجا نوشته این و اینا پولی هن، یعنی باید پول بدی بخری. و اینا که رایگان باشن، مثلا مثل اینا که وی آی پی بالاشون نیست، مثلا ما میخوایم اینو درست کنیم برای خودمون، ثبت میکنیم تا بیاد بالا. وقتی وارد شدیم میاد بالا و میخوایم مثلا پیج اینستاگرام یا مثلا یوتیوب یا هر چیزی دیگه رو زیرش تک کنیم، اینو از اینجا میزنیم روی این و از اینجا اینو پاک میکنیم. بعد از اینکه پاکش کردیم، مثلا پیج خودم رو میخوام تک کنم، سوادانش 83 اوکیش میکنیم. بله دوستان، خیلی هم زیبا شد و برای دیگه هر چیز اضافه شما بخواید تک کنید میتونید زیرش بنویسید و این کلمه تیک رو از اینجا اوکی میکنید و دیگه اینجا خودتون اندازه و کیفیت رو تعیین میکنید و اوکی میزنید و در حال سیو میباشه و بله این آجی بره و اینجا میبینید که سیو شده و لوگو ما ساخته شده و میتونیم ازش استفاده کنیم. دوستان امیدوارم ویدیوی خوبی براتون باشه و خیلی مفید باشه. تا ویدیو بعدی شما رو به خداوند منان میسپارم و خدا حافظ.